بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما فراگیران محترم قرآن کریم، در خدمت شما عزیزان هستیم با یک دوره آموزشی روحانی و روانخوانی قرآن، انشاءالله که مورد قبول حق قرار بگیره. توصیه قرآن کریم هست به همه مسلمانان، عبارتی از سوره مبارکه مزمل آیه 20. خداوند متعال می‌فرمایند فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تا می‌توانید قرآن بخوانید. انشاءالله که با آموزش نکات روحانی و روانخوانی قرآن بتوانیم به صورت صحیح قرآن رو بهتر بخوانیم. موضوع جلسه اول در مورد صداهای کوتاه هست. صداهای کوتاه 3 مورد هستند، شامل فتحه، کسره و ضمه، که صدای فتحه ا، صدای کسره ای و صدای ضمه او می باشد. در این درس شما رو با هر یک از صداهای کوتاه انشاءالله آشنا خواهیم کرد و در این جلسه بحث ما روی صدای فتحه یعنی صدای ا می باشد. دقت بفرمایید که صدای فتحه بالای حرف قرار می گیرد و با یک ضرب و به همراه حرف خوانده می شود. یک ضرب یعنی کششی در تلفظ صدای فتحه وجود ندارد. به عنوان مثال برخی از حروف الفبا رو با علامت فتحه می خوانیم که شما عزیزان بعد من تکرار بفرمایید به صورت تک ضرب و بدون کشش. ا، ب، ت، س، ج، ح. ما برخی از حروف رو با صدای فتحه خوندیم به صورت یک ضرب. برای اینکه مهارت بیشتری در این موضوع پیدا کنیم، برخی از کلمات رو من میخونم، شما دقت بکنید و تکرار بکنید. ل، که، لک، و، ج، د، که، وجدک، س، ج، د، سجد، که، ت، ب، کتب. روی تمامی حروف این کلمات صدای فتحه بود. من به صورت لحن ساده این 4 کلمه رو برای دوستان میخونم. لک، وجدک، سجد، کتب. در انتهای این درس فتحه بهتر هست که به این نکات مهم توجه بکنیم. 1. صدای فتحه در زبان فارسی معمولاً کشیده هست، اما در زبان عربی کوتاه هست. نکته دوم، علامت فتحه بالای 8 حرف به صورت پرحجم خوانده می شوند. زمانی که این حروف دارای علامت فتحه هستند، حروف به صورت درشت و کوتاه تلفظ می شوند. این حروف 8 گانه عبارتند از خا، را، صا، ضا، طا، ظا، غا، قا. در کلماتی مانند
خير ربي صل ضل صراط ظهر غیر قد. انشاءالله که بتوانیم به صورت مفید با بحث فتحه آشنا بشویم. خداوند یار و نگهدار شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله.